بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال دیگه شروع میکنه به قصه های چی؟ به بیان حادثات واقعی موحدین قبلی که شما سیل کنین که اگر سر شما سختی هست سر از اونا هم سختی ها بوده. اگر شما کت جاهلا روبرو میشین اونا هم کت جاهلا روبرو شدن. اگر شما کت سیکولر ها روبرو میشین اونا هم کت سیکولر ها روبرو شدن. اگر شما کت مردمای بیدین و مردمایی که حق قبول نمیکنن روبرو میشین اونا هم شدن. اگر شما سختی میبینین اونا هم سختی دیدن. الله متعال همین مثال ها را بیان میکنن. ولقد ارسلنا و یقینا که ما فرستادیم نوح علیه السلام را الی قومه به سوی قومش. انی لکم، نوح علیه السلام بر از اونها گفت که من بر شما هستم نذیر مبین، ترساننده از عذاب الهی که مبین بسیار آشکارا و واضح هست. من هیچ وقت پت نمیکنم، غلطی نمیکنم، بلکه عذابی که مستحق هستین او را بر شما به شکل آشکارا میگم. نوح علیه السلام برشان دعوت شروع کرد و برشان گفت که اولین دعوت موحدین در چی می باشه؟ به توحید می باشه. توحید چی است؟ الا تعبدوا الا الله، که شما عبادت نکنین به غیر از الله، یعنی بگوین که لا اله الا الله. انی اخاف علیکم، نوح علیه السلام برشان گفت که من میترسم بالای شما عذاب یوم علیم، به عذاب یک روز دردناک که یعنی سر شما چی نبیه؟ عذاب دردناک نبیه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، باز گفتن امو گروپ از الذين، گروپ یعنی امو سرکرده ها و کلان ها و مغرورا و متعصبین و متکبرین. یعنی اینجا میگه شما وقتی که کتوت مردم های متعصب، متکبر، خطرناک، ظالم کتازی روبرو میشین، نوح علیه السلام هم امی قسم روبرو شد. امی قسم بر شما گفته، بر نوح علیه السلام هم گفتن. فقال گفتن الملأ، امو گروهی از متکبرین و مستکبرین و متعصبین، الذين، او کسانی که کفر و کافر شدن، من قومه، از قوم نوح علیه السلام، چی گفتن؟ گفتن ما نراک الا بشرا مثلنا، اول خمات را نمیبینیم تو یک انسان هستی مثل ما، واری تو چی برتریت داری؟ و ما نراک، و دیگه چی میگن؟ سه گپ خطرناک میگن. میگه اول تو مثل ما واری بشر هستی، از این خاطر ما گپ تو قبول نمیکنیم. دوم چی است؟ و ما نراک تبعک، و ما نمیبینیم کسایی که از تو پیروی کردن، الا الذين هم اراذلنا، او کسایی که از تو پیروی کردن و مردمای بسیار ضعیف هستن. حالا که میگن یک تعداد جوانای بسیار احمق میگه شما میشینه، یک تعداد جوانای بیشور، میبینن عین کفریاتی که کافرای سابق میگفتن، عین اصطلاحات شنم اصطلاحات است. تو بشر هستی، تو از ما که چی برتریت داری؟ دوم، این کسایی که از تو پیروی میکنی مردمای بسیار ضعیف هستن. سوم، و ما نراک الا بشر مثلنا الا الذين هم اراذلنا، بادی الرأی، این جوانایی که هستن یا بسیار کم تجربه هستن. بادی الرأی چی را میگن؟ یعنی مردمایی که هنوز قدر تجربه ندارن، قدر فهم قوی ندارن. این گپایشون است. میگه این گپا را بر نوح علیه السلام که گفتن، بر تو حتما میگن. تو از نوح علیه السلام که رتبه بلند است، اون کو پیغمبر الله بود، بر از او گپای زشت گفتن، بر تو حتما میگن. و ما نرا لکم علینا من الفضل، چهارمی گپشان چی است؟ میگه بازی رو میگن که شما سر ما هیچ فضیلت ندارین، چی برتریت دارین؟ و ما نرا لکم، و نمیبینیم بر شما علینا که بالای ما من فضل کدام فضیلت داشته باشین. پنجمی گپشان بل نظنکم این اعتقدکم، ما یقین شما چی هستین؟ کاذبین، دروغگویا هستین. نظنکم، بلکه ما، زن اینجا در باب عقیده که است به معنای چی میگه؟ عقیده میگه، یعنی بلکه ما عقیده داریم که شما چی هستین. و اینا دیگه گپ چی است که اینا همیشه با ظن و خیال زندگی میکنن. والله ده فکر من، والله ما فکر میکنم. بسیاری وقتا که شما برین که مردمای بیدین که میشن، والله ما تو فکر میکنم، دیگه میگه والله ما تو فکر میکنم. والله تو چی قف فکر میکنی؟ قرآن اینت میگه، پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه، والله به نظر من اینه میگه. اینه بر نوح علیه السلام گفتن. باز چی میگه؟ والله ما فکر میکنیم شما راست نمیگین، شما دروغگوی هستید، ما فکر میکنیم. بل نظنکم، بلکه ما گمان میکنیم کاذبین، که شما چی؟ گمان میکنیم که شما که هستین کاذبین، دروغگوی هستین. قال یا قوم، باز میگه نوح علیه السلام برشان گفت ای قوم من ارایتم، ما دیدین کنت علی بینه، اگر ما باشم به یک دلیل روشن و واضح من ربی، از جانب پروردگارم،
و آتانی رحمتا و او پروردگار ما بر ما داده باشه رحمتا من عنده از جانبش، فعمیت علیکم پس شما از او بیخبر هستین، او پوشیده مانده از شما و من روان کرده که ما او را بر شما بفهمانم. انلزمکموها آیا ما شما را ملزم میسازیم، شما را میگیم که یک کار انجام بدین و انتم لها کارهون و شما او را خوش ندارین؟ نه، ما میخوایم که دین کار زور نیست، ما شما را مجبور نمیسازیم، بلکه ما شما را چی میکنیم؟ بر شما نمیگیم به زور و به جبر، بلکه بر شما قناعت میتیم، دلایل بیان میکنیم. و یا قوم، بعضی اوقات یا فکر میکنه بعضی کساست که وقت برشان درس بیتی یا دیگه فکر میکنه والا یا هم مثل اونمو سابقه و مثل که بسیاری مردم ها خیرات خور هستن و از این استفاده میکنه، والا یا هم که درس میتن دیگه البته از خاطر پیسه و مال یا پا میتن. نوح علیه السلام گفت نه اشتباه نکنین، الله متعال ما را اقتصاد بسیار خوب داده و قناعت بسیار خوب داده و استغنای خوب داده، ما با مال هیچ کس نیازمند نیستیم. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا، ما در مقابل این دعوت به اسلام مال تقاضا نمیکنم. این اجریه الا علی الله، نیست اجر ما اگر اجر میخوایم پاداش میخوایم از الله میخوایم. این اجریه نیست اجر پاداش ما الا مگر علی الله بر الله، و ما انا بطارد الذین آمنوا. اینا باز یک تقاضای دیگه هم میکردن، میگفتن خیر ما با شرطی که شما میشینید که این جوانای دینداری که هستن یارا بگو برین از مجلس، یارا بکشین، باز ما میاییم. نوح علیه السلام برش گفت و ما انا و من عادت ندارم که بطارد الذین که طرد بکنم برانم از پیش خود الذین کسانی را که آمنو ایمان آورده اند حقیقتا انهم ملاقو ربهم، کسانی هستند که باز اینا ملاقات کرد پروردگار خود میکنن. اگر من اینا را طرد بکنم یا از مجلس خود بکشم، باز اونجا اینا سر من در روز قیامت یا خودشان مرا به محاکمه میکشن که تو چرا ما را از مجلست کشیدی. ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولکن ما شما را میبینم یک قومی هستین جاهل. اینه یکیش میگه ما پروفسور هستم، یکیش میگه ما اوتر هستم، نوح علیه السلام گفت نه خیر، این چیزایی که شما میگین دلایل مردمای متمدن، مردمای ساینسدان، مردمای عالم دانشمند با فهم نیست. این مردمای جاهل این قسم دلایل میگه که والا فلانی رو رد کن فلانی رد کن. ما کسی که در مجلس ما اومده شیشته، ما هیچ وقت یک مسلمان حقیقی را توهین تحقیر کردن نمیتونم کور از مجلس خود بکشم. و یا قوم باز برش میگه که ایره ما به خاطر از اینه که خواستم از این به خاطر که حکم الله همین قسم است. و یا قوم و ای قوم من ینصرونی که مرا نصرت و کمک میکند من الله، ان از الله ان طردتهم اگر من اینا را طرد بکنم برانم. افلا تذکرون، باز وقتی الله سر ما قار شوه باز من ینصرونی کی کمک کرده میتونه مرا اگر من اینا را طرد کنم. افلا تذکرون، پس شما چرا پند نمیگیرین. ولا اقول لكم، ما بر شما نمیگم که عندي بنظم خزائن الله، ما این صفت ها را هم نگفتیم. و مردم این فالبینا و جادوگرا هست که دروغ میگن که ما علم غیب داریم، بیام ما فال ببینیم سواخانه تو چی گپ میشه، یک هفته بعد میشه. ما که پیغمبر هستم، نوح علیه السلام میگه ولا اقول لكم، ما بر شما نمیگم عندي خزائن الله، پیش ما خزانه الله هست. این خود گپای فالبیناست. باز ما برات یک خزانه پیدا کنم، تو دم کنم، تو جادو برات بتم که باز بری صاحب در سر کو یک خزانه را پیدا کنی. گفت این گپا را ما نمیزن. ولا اقول لكم، ما بر شما نمیگم عندي خزائن الله که به نظم خزینه های الله هست. ولا اعلم الغیب، ما ادعا را نمیکنم که ما عالم الغیب هستم، ما غیب نمیفهم. ولا اقول، و ما ایره هم نمیم که اینی ملک، من ملائکه هستم. این سه ادعای را که دروغ گویا میکنم ما نمیکنیم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، و نمیگم برو کسایی که شما او را ضعیف یا حقیر میپنداره چشمای شما. تزدری اعینکم، ازدراب معنای احتقار و انتقاص و عیب است. میگم ما برای شما ولا اقول، و من نمیگم للذین، برای کسانی که تزدری حقیر پندارن یا ضعیف میپندارن یا ناقص میپندارن اعینکم شما. لن یؤتیهم الله خیرا، که بر از اینا الله خیر نمیته. نه، امی کسایی را که شما بسیار به حقارت نظر میکنین حتما الله بر از اینا خیر میته. الله اعلم بما فی انفسهم، الله بسیار آگاه هست که در قلبای از اینا چی هست. الله از قلبای از اینا با خبر است. اینی ذل من الظالمین، اگر من این گپا را بگویم یا این کارا را بکنم باز ما در جمله ظالمان ما هم حساب میشم، چون فالبین و دروغگوی و کسایی که دیگرها را حقیر فکر میکنن یا چی هستن کلشان ظالم هستن، ما هم در جمله ظالمان میرم. قالوا یا نوح، بازی قومش قبول نکردن دلایل، گفتن یا نوح، ای نوح علیه السلام قد جادلتنا، بسیار مجادله و گفتگو کردی که ما. فاکثرت جدالنا، بسیار زیاد کردی مجادله و گفتگوی تا. فاتنا بما تعدنا، برو دیگه ما دیگه آل بیار بر ما، بما تعدنا با او چیزی که ما را وعده میتی از عذاب الله، برو
دستت خلاص، برو بیار اما عذابی را که بالای ما گفتی. فأتنا بیاد به ما تعهدنا، با اون چیزی که ما را وعید میتی و ما را میگی که او عذاب سرتان میه. این کنت من الصادقین، اگر تو از جمله رازگوی هستی. قال انما یأتیکم به الله. باز نوح علیه السلام بسیار با تواضع و اخلاق برشان میگه که این عذاب از طرف من نیست تو مردم، این عذاب اگر بیایم از جانب الله سرتان میه، نکنین بدبختی و تکبر. انما یقینا یأتیکم به، میارد این عذاب را الله متعال ان شاء، اگر الله بخواد. من نمیتونم چیزی کنم. و ما انتم بمعجزین، و شما نیستین عاجز کننده الله در چی؟ در امی حکم را که باز الله بکنه. ولا ينفعكم نصحی، و بر شما منفعت نکرد نصیحت ما. این اردت ان انصح لكم، اگر اراده بکنم که شما را نصیحت بکنم. ان کان الله یرید ان یغویکم، حتی ما که نصیحتم شما را میکنم، نصیحت ما بر شما فایده نمیکنه وقتی که شما قلبای کثیف داشته باشین و الله متعال بر شما امی حق نصیب نکنه. یعنی اگر الله نخواهد شما را هدایت بکنه، شما هدایت نمیشین، ولو که من نصیحت هم بر شما بکنم فایده نمیکنه نصیحت من برای شما. ان اردت ان انصح لكم، اگر من بخوایم که بر شما نصیحت بکنم. ان کان الله یرید ان یغویکم، ای که اگر الله بخواهد که شما را گمراه بسازه. هو ربکم، الله پروردگار شما هست. و الیه ترجعون، و به سوی الله رجوع میکنین. ام یقولون افترا، یا ای که شما میگین که افتراه که ایره تهمت کرده نوح علیه السلام بالای الله. قل این افترایته، بگو برشان که اگر ما دروغ گفته باشم یا افترا کرده باشم، پس افترا و تهمت ما و دروغ ما فعلی اجرامی، پس بالای ما هست امو جرم ما. و انا بریء مما تجرمون، و ما بسیار بری و بیزار هستم از این چیزی که شما جرم میکنین. و اوحی الی نوح، و وحی کرده شد برای نوح علیه السلام. الله متعال به نوح علیه السلام وحی کرد که انه یقین داشته باش که لا یؤمن، هرگز ایمان نمی آورد من قومی که از قومت، الا من قد آمن، مگر امی کسایی که قبلا ایمان آوردن. فلا تبتئس، پس لا تحزن ولا تشتک، نه جگر خون شو، نه شکایت بکن و نه هم جگر خون شو. بر چی جگر خون؟ به مکان یفعلون، با آنچه که اینا فعل کردن. امی تعدادی که مسلمان شدن امی را الله هدایت کرد یا هست، دیگرها دیگه هدایت نمیشن. برای نوح علیه السلام گفت آل چیکو، آل دیگه نوبت میرسه به هلاکت و بدبختی از اینا دیگه. آل نوبت هست میگه آغاز از دیگه. وصنع الفلک باعینا، بخی نوح علیه السلام صناعت بکو، بساز الفلک کشتی را باعینا، در مقابل چشمان الله متعال میگه که زیر نظر ما، تحت مراقبت ما، زیر حکم ما. وصنع الفلک باعینا، ماجور بکو کشتی را باعینا، در زیر امو چشم ما، به زیر نظر ما، به زیر حکم ما. و وحینا، و به مطابق امو چیزی که ما بر تو وحی میکنیم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، و هیچ وقت، چون پیغمبرها بسیار دلسوز بودن، باز همیشه میگفتن که پروردگارا ایره ببخش، پروردگاری عذاب از این آسان، که باز الله برش گفت ولا تخاطبنی، وقت مخاطب قرار نتی مرا. فی الذین ظلموا، در مورد این کسانی که ظلم کردن، باز از ما چیز نخواهی. انهم یقینا، که این مردم ها مغرقون، غرق میشوند. و یصنع الفلک، و میش ساخت نوح علیه السلام کشتی را. و کلما، و هر وقتی که مر مرور میکرد علیه بالای وای ملأ، یک گروهی از متکبرین، مستکبرین، مغرورا، مردمای بیدانش من قومی، از قومش، سخروا منه، بالای از او مسخرگی میکردن، گپای مسخرگی میگفتن. قال، گفت نوح علیه السلام این تسخروا، اگر شما مسخرگی میکنید منا بر ما، فانا نسخر منکم کما تسخرون، باز ما هم شما را به مسخرگی میگیریم وقتی که روزی که عذاب ببینین، باز کلتان رشخند میشین، رسوا میشین، برباد میشین. فانا نسخر منکم، باز ما هم شما را به سخریه میگیریم، کما تسخرون، مثل که شما به سخریه و استهزاء دیگرها را میگیرین، باز ببینین که نتیجه چی میشه. فسوف تعلمون، باز شما خواهید دید، من یأتیه، برای هر کسی که بیاید، عذابی از جانب الله، یخزیه، بسیار او را الله ذلیل میسازه، و یحل علیه، باز بالای از او میافته چی؟ عذاب مقیم. عذاب چی؟ عذاب اموت مقیم، دائمی. یعنی عذاب چی است؟ یعنی بالای از و یحل و فرو میآید بالای از عذاب، عذابی که همیشه مقیم. چی را میگن؟ ما شما سابق هم گفتیم اموت دوامدار، همیشه. مثل که شما در یک مملکت میگه اینجا آیا مسافر هستی یا مقیم هستی؟ عرب ها میگه
مسافرون هم مقیم. تو میگی من مسافر هستم، باز میگه انا مقیم، یعنی من همیشه در اینجا هستم. الله میگه سر از جای اونم تعظیم میده مثل که همین اقامتگاهشون باشه. حتی آل الله متعال میگه حتی تا زمانی اینمی حالت دوام داشت که اذا جاء آمد امرنا، امر ما، حکم الله میگه آمد. حکم ما چی آمد؟ الله حکم کرد که آب حرکت کنه. و فارت تنور، فار فوران کرد، جوش خورد. او از کجا؟ در تندور. تندور خود چه قرمی باشه نه؟ او که زمین میای اول از کجا معلوم میشه؟ از تندور. گفت و فارت تنور، و میگه فوران کرد تنورها. میگه از مردم دیدن که حالا که در تنور که ایواز آتش حالا او برآمده میره. قل نحمل فیها، وقتی که امی خبر رسید که تنورها او پر شده، آل دیگه نوح علیه السلام برش فهمید دیگه که این عذاب الله شروع شد. قلنا الله متعال، میگه قلنا گفتیم ما، و ما شما گفتیم که وقتی که الله متعال بر خود ضمیر جمع استعمال میکنه به خاطر عظمت و بزرگی و قوت خدا نشان میده. و در جایی که عقیده باشه با ضمیر چی استعمال میکنه؟ مفرد. قل هو الله احد. اینجا الله متعال میگه قلنا، و ما گفتیم احمل فیها، ای نوح علیه السلام. قل نحمل، گفتیم ای نوح علیه السلام حمل بکو، بردار، فیها در امی کشتی، من کل زوجین اثنین، از تمام مخلوقات یک جفت، دو تا، یعنی یک مذکر یک مؤنث از تمام حیوانات هم در بین از کشتی بالا کو. و همچنان اهلک، اهل تو را، اهل پیغمبر کی گفته میشه؟ کسایی که به پیغمبر ایمان دارن، این مؤمنینی که از اهل تو هستن. الا من سبق علیه القول، مگر کسانی که سبقت کرده بالا از اونا قول. چی معنی سبق علیه القول؟ یعنی قبلا فیصله در هلاکتشان صورت گرفته، یعنی کافرها که مقدر شده برشان که یا هلاک شوند. الا مگر من کسانی که سبق علیه القول، که فیصله شده قبلا سخن در مورد از اینا که باید چی شوند؟ اینا هلاک شوند. و من آمن، و همچنان امرایت وقتی که اهل تگرفتی اعضای خانواده تا، و من کسانی رو بگه امرایت که آمن و ایمان آورده اند. این اهل تبیار از اهل کسایی که کافر هستن، یکی خانمش یکی بچهش کافر بدن، این سبق علیه القول است. یعنی با وجود از اینکه خودش پیغمبر است، خانمش کافر، خودش پیغمبر است، بچهش کافر، گفت که اهل بگی، لکن از اعضای خانواده کسی که کافر است رو نگیری. و همچنان بگی امرایت من کسانی را بگی که آمن ایمان آوردن از دیگه مسلمانایی که از خانواده فامیل تو نیستن. و ما آمن، الله متعال میگه با وجود از اینکه نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد، 950 سال دعوت به توحید کرد. و ما آمن ما هو ایمان ناورد به امرای نوح علیه السلام الا قلیل، مگر یک تعداد بسیار کم. و قال ارکبوا فیها، و الله متعال گفت که بالا شوین در امی کشتی یا سوار شوین فیها در امی کشتی. وقتی که سوار میشین شما که مؤمنا هستین بگوین که بسم الله، به نام الله سوار میشیم، که مجراها، به نام الله سوار میشیم که این کشتی رو چی کرده؟ در حرکت آورده. و مرساها، و این لنگر میپرته. یعنی الله متعال این چی کرده؟ رسا الشیء یرسو رسوا و ارسا ثبت و رسا الجبل یرسو اذا ثبت. یعنی ما به نام الله سوار میشه، ایره در حرکت میپرته. و مرساها، و ایره چی میسازه؟ ثابت و استاد میسازه. ان ربی، یقینا که رب من، پروردگار من، غفور، بسیار مغفرت کننده است، رحیم، بسیار مهربان است. و هی تجری بهم فی موج کالجبال، و امی کشتی تجری جریان بود میبرد بهم ایشان را، فی موج در یک موج که امواج از آب که بود، کالجبال مثل کوها واره بود. اخوان شما که در بحر برین اما تو یک دفعه موج از امو طرف می، اما تو آدم اگر استاد خدا بگیره باز موج اما میبریشه. این موج دیگه موجهای خرد است، تو خرد می. اما موجی که در زمان طوفان نوح علیه السلام است، میگه مثل یک کوه است که هیچ چیز در مقابل از این استادگی کردن نمیتونه. از بغیر امی کشتی نوح علیه السلام. و نادى نوح ابنه، و ندا کرد نوح علیه السلام ابنه و پسرش، صدایش کرد. و کان فی معزل، در یک جای جدا بود. یا بنی، ای بچگه که ما، ای پسره که ما، ارکب معنا، سوار شو به امرای ما، ولا تکن مع الکافرین، و امرای کافران نشو، بسم الله بگو، لا اله الا الله بگو، تسلیم شو. وقتی که دی چی شدی؟ ولا تکن مع الکافرین، و امرای کافران نباش. قال، گفتم ای پسرش، سآوی الی جبل، ما بالا میشم در یک کشتی، در کوه. بچهش گفت که برو پدر تو چی میگی؟ من میرم در کوه بالا میشم.
یعصمونی من الماء، باز اینا امیکو مرا نجات میته از آب. بچهش دیگه تکبر کافر بود، گفت من میرم فرق کو اونجا بالا میشه اونجا خو نمیه دیگه. قال گفت پسر نوح علیه السلام امی بچه کافرش سآوی ما بالا میشم الی جبل بمکو یعصمونی من الماء، باز این مرا نجات میته از آب. قال گفت نوح علیه السلام لا عاصم اليوم من امر الله، امروز هیچ کسی نجات پیدا نمیکنه. لا عاصم، نیست نجات دهنده، الیوم امروز، من امر الله، از امر و حکم الله، الا من رحم، مگر کسی که الله بالا از رحم کنه. و حال بینهما الموج، و در بین نوح علیه السلام و پسرش حائل واقع شد، دیوار واقع شد. چی؟ الموج، همین موج. فکان من المغرقین، همین موج بچه زیر گرفت بردش صاحب زیر زبرش کرد. و ای از جمله چی بودک؟ من المغرقین، ابی پسرش از جمله کسایی بود که الله فیصله کرده بود که هم باید چی شود؟ غرق شد. و قیل، گفته شد، الله متعال برش گفت که یا ارض، ای زمین، ابلعی، یا ارض، ای ارض ابلعی، ای زمین جذب کن، فرو ببر. بلع چی رو میگن؟ ما شما میگن بلع الطعام، یعنی همین طعام ها چی کرد؟ بلعید، فرو برد. الله متعال بر زمین میگه که امی آبت فرو بر، ما که آبت را، و یا سما، و ای آسمان، اقلعی، یا آسمان چی کو؟ کم کن. قلع چی رو میگن؟ قلع یقلعو، قلعت الشیء حولته من موضوعه. این میگه ایره هم چی کو؟ کم کن. و یا سما و اقلعی، و ای آسمان کم کن چی کو؟ آبت را. و غیض الماء، چی شد؟ کم شد آب. و قضی الامر، و فیصله شد اموری که الله فیصله کرده بود، یعنی فیصله شد حکم الله متعال. و استوت علی الجودی، و امی کشتی نشست، فرو نشست، استوت یعنی برابر شد، و نشست علی الجودی، بالای امو یکویی که جودی نام داشت. و قیل، و گفته شد، بعدن بعید از رحمت الله متعال للقوم الظالمین، از قوم ظالم. است ظالم چیه؟ یعنی مشرک و منافق. و نادا اجا الله متعال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بر ما و شما یک درس بسیار بزرگی را بیان میکنه که در صورتی که یک نفر هر قدر نسب عالی داشته باشه، ولو که از خانواده و یا اولاده پیغمبر باشه، که پیغمبرها مقام بسیار عالی دارن، اولیاء الله هستن، اولیای بزرگ الله هستن پیغمبران. اگر یک نفر ولو که از اولاده امی اولیاء الله که پیغمبرای الله هستن هم باشن، ولی ایمان نداشته باشن، اعمال صالحه نداشته باشن، یا اولیاء الله و دوستای الله گفته نمیشه. دوستی الله با ایمان است، با اعمال صالحه است، با تواصی بالحق و تواصی بالصبر است. از همین خاطر وقتی که نوح علیه السلام برای الله میگه که شما گفته بودین که اهل تو را ما حفظ میکنیم، الله برش میگه نه، کافر اهل تو شده نمیتونه، کافر اهل تو شده نمیتونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نادى نوح ربه، و ندا کرد، صدا کرد، دعا کرد نوح علیه السلام ربه، به پروردگارش. فقال ربی، بس گفت نوح علیه السلام ربی، ای پروردگار من، ان ابنی من اهلی، یقینا که امی فرزند مکه است، من اهلی از جمله خانواده ما هست، و ان وعدک الحق، و یقینا که وعده تو حق است یا الله، و انت احکم الحاکمین، و تو بسیار حکم کننده هستی که در تمام حکم کننده ها، یعنی حکم کننده ها یا بهترین حکم کننده ها هستی. قال یا نوح، الله متعال بر گفت که یا نوح، ای نوح علیه السلام، انه لیس من اهلک، اینمی فرزند تو از جمله اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، این اعمال میکنن اعمال غیر صالحه. اعمال غیر صالحه چی است؟ یعنی شرک میکنه، کفر میکنه، تکبر میکنه، غرور میگیره، این هیچ اهل تو نیست. فلا تسألنی، پس هیچ وقت سوال نکو از پیش ما لیس لک بعلم، آنچه که تو به او علم نداری. انی اعظک، ما بر تو حکم میکنم، ان تکون من الجاهلین، ای که نباشی از جمله انسانهای بیخبر. قال ربی، میگه نوح علیه السلام وقتی که فهمید، قال گفت ربی، ای پروردگار من،
اینی اعوذ بک، من پناه میبرم بر تو، انا اسألک، این که از تو سوال بکنم، ما لیس لی به علم، با او چیزی سوال بکنم یا طلب بکنم یا درخواست بکنم که با او من علم ندارم. و الا تغفر لی و ترحمنی، و یا الله اگر مرا مغفرت نکنی و بالای من رحم نکنی، اکم من الخاسرین، من می باشم از جمله کسانی که خساره کردن. قیل یا نوح، گفته شد برش که ای نوح علیه السلام، اهبط، پایان شو، بسلام منا، با سلام از ما، و برکات و برکتهای علیک، بالای تو، و علی ممن معک، و با امتهایی که امرای تو هستند، بالای از اونها هم سلامتی هستند، کسایی که امرای تو هستند در کشتی، و و بر دیگر امتهایی که سنمته و هم زود متاع میدیم برایشان، ثم یمسهم، باز میرسه برشان، من عذاب علیم، از جانب عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب. یک درس عقیدتی بسیار مهم. قرآن که میخوانی، قرآن کتاب عقیده هست و عقیده بسیار مهمه. متعال میگه که تلک من انباء الغیب، اینمی قصه ها را که شما، امی خبرها که هست، خبرهایی که از نوح علیه السلام، از کشتی نوح علیه السلام از یا گفته شد، صحیح نه؟ این قصه های پیغمبرها چی است؟ انباء غیب است، خبرهای غیبی. نوحیها الیک، که ما ایره میگه وحی کردیم به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و قصه های پیغمبرها، خبرهای پیغمبرها مربوط به غیب میشه. این عقیده رو داشته باشین. اول حقیقت های زندگی پیغمبرها غیب است. یک، وحی میشه به پیغمبر از جانب الله، وحی است. دو، سه، بر پیغمبر میگه که ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نه تو میفهمیدی و نه هم قوم تو میفهمید. عالما و شما در افغانستان سعی کنیم چه قصر پیغمبرها قصه های دروغی که نه در قرآن است نه در سنت است، قصه ساخته شده که موسی علیه السلام میرفت که یک دانه سنگ تراش بود، که یک دانه مچم چی بود، یک خانگک جور کرده، موسی علیه السلام باز رفت تو رو خراب کرد، بازی رو در شیرها جور کردن، بازی رو خوانده میرفت، باز اونجا که رفت، باز موسی علیه السلام سر کوه طور رفت، باز الله برش گفت چی است که تو رو پیغمبری ته میگیرم، برو این مردکه رو راضی بساز. این کلش تهمت است، مداخله در غیب است، مداخله در وحی است. وقت پیغمبر الله برش میگه که تو نمیفهمید، خیلی مردمایی که همین قصه های دروغی پیغمبرها را جور میکنن، این از کجا گرفتن؟ یعنی کسی که قرآن نفهمه، اگر شاعر است گمراه میشه، اگر عالم هم خدا بگیره گمراه میشه، اگر قصه خوان هم است گمراه میشه، اگر نات خوان هم است گمراه میشه، هر کسی که باشه گمراه میشه. خوب آیت قرآن دقیق ما براتون میخوانم، دقیق فکر میگیرین. تلک، این قصه هایی که برای شما گفته شد، همین سخن هایی که برای شما گفته شد، این قصه نیست، این داستان نیست که شما از دلتان هر قصه و از داستان و هر چیز جور بکنید، بود نبود، از زمانهای گذشته و فلانی بود دروغ بگید. میگه تلک، این واقعیت ها که هست که در مورد پیغمبرها گفته میشه، من انباء، از خبرهای هست. چه قسم خبر هست؟ انباء الغیب، خبرهای غیبی است. نوحیها الیک، که ما ایره وحی میکنیم برای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. مربوط غیب است، دیگر آخه غیب نمیفهمن، در غیب مداخله نکنین، ما ایره بر تو وحی میکنیم. ما کنت تعلمها، نبودی تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که توی قصه را میدانستی، نبودی که میدانستی، تو نمیفهمی قصه را، انت خودت هم نمیفهمیدی ولا قومک، قومت هم نمیفهمید. من قبل هذا، قبل از این، قبل از این تو میفهمید پیغمبر نه. چرا نمیفهمید پیغمبر؟ چرا نمیفهمید صحابه؟ چرا قوم پیغمبر کسا نمیفهمید؟ مهاجرین انصار نمیفهمیدن؟ به خاطر از اینکه موضوعات غیبی گذشته سابقه هست که واقعیت صورت گرفته است. پس ما ایرا به علم غیب خود بالای تو وحی کردیم، تو رو نمیفهمیدی. حالی مردمایی که سر پیغمبر قصای دروغ میگن، تومت سر الله هست نیست؟ هست نیست؟ و الله چی میگه؟ و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا. چقدر ظالم هستن این کسایی. کی ظالمتر از کسی که سر الله چی میکنه؟ تهمت میکنه.
پیغمبر تو کرد، سر پیغمبر تهمت میکن، سر الله تهمت میکن. ای نه. فصبر، پس صبر بکن ای رسول الله صلی الله علیه و آله. ان العاقبت، یقینا که عاقبت یا انجام کار که اصل للمتقین، برای کی است؟ برای متقیان است. اینا میگه ما که قصه های غیبی، خبرهای غیبی رو بر تو گفتیم، به خاطر چی این الله متعال بیان میکنه؟ حکمتش چی است؟ که سعی که سر از پیغمبرها چی روزگارها و چی سختی ها و چی مشکلاتی آمده بود و چه قسم باز الله متعال دشمنای خود نابود میکنه، غرقشان میکنه و چه قسم دوستای خود الله حفظ میکنه. از کل زیاد درس بگی. پس تو هم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم صبر بکو، ای دعوتگر مسلمان تو هم باید در مقابل مصیبت ها صبر بکنی. چرا الله متعال میگه که ان العاقبت للمتقین، آخر نتیجه خوب آخر از کی میرسه؟ بر متقیان است. یا باز خیر است، یک چند روز دنیا مذاق میکردن، رشخندی میکردن، سر پیغمبر رشخند میدادن، سر کشتی ساختن پیغمبر رشخند میدادن، سر مسلمان ها رشخندی میدادن، کلانکاری میکردن، لکن کلش هلاک شد. عاقبت نصیب کی شد؟ متقیان شد. اینمی قسم، اینمی سنت الهی است که متقیان الله متعال میگه این یقین داشته باشید که العاقبت، عاقبت و انجام هر کار للمتقین، خاص برای متقیان است، پرهیزگارا هست، کسایی که پیرو چی هستن؟ پیغمبر هستن، پیرو حقیقی پیغمبران موحدین هستن. و الی عاد، والله متعال میگه به عاد، قوم عاد، اخاهم برادرشان هود علیه السلام فرستادیم. قال، گفت هود علیه السلام یا قوم، هود علیه السلام هم یک پیغمبر موحد بود. اول گپ از کجا شروع میکنه؟ اول گپ خدا شروع میکنه که اعبد الله، اعبد الله ای اطیعوا الله، اطاعت از الله بکنین، اطاعت از احکام الله بکنین، اطاعت از شریعت الله بکنین، اطاعت از اوامر الله بکنین. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما معبود بغیر از الله، این انتم الا مفترون، نیستید شما مگر مردمایی که افترا میکنین. یا قوم، ای قوم من، لا اسألكم علیه اجرا، ما شما را بالای آن چیزی که دعوت میکنم، یعنی دعوتگرا را مردم تهمت میکنن که اینا چی میخواین؟ از مردم پیسه میگیرن، میخواین که پیسه پیدا بکنن. این پیغمبر هم برشان گفت، هود علیه السلام هم برشان گفت که ای مردم، یا قوم، ای قوم من، لا اسألكم، ما تقاضا نمیکنم، طلب نمیکنم، علیه از شما، علیه بالای اینمی دعوت خود، اجرن، کدام اجر و پاداش، این اجریه نیست، اجر و پاداش ما الا مگر علی الذی، بر او ذاتی که فطرنی، مرا خلق کرده. افلا تعقلون، چرا از عقلتان شما استفاده نمیکنین؟ و یا قوم استغفروا ربکم، و ای قوم من، استغفروا، طلب مغفرت کنید، ربکم، از پروردگارتان، ثم سپس توبوا الیه، توبه بکنید به پروردگارتان. یرسل السماء علیکم مدرارا، الله متعال میفرستد، یرسل میفرستد تا بفرستد، از سماع، از آسمان، علیکم بالای شما، مدرارا باران فراوان، و یزدکم، و زیاده کند، قوتا، قوت الی قوتکم، بر قوتهایتان. ولا تتولوا مجرمین، و رو مگردانید از الله در حالی که شما مجرم باشین. قالوا، گفتن یا هود، و ای هود علیه السلام، ما جئتنا ببینه، تو بر ما کدام دلیل روشن نوردی؟ و ما نحن بتارکی آلهتنا، و ما ترک نمی کنیم معبودان باطل خود را، عن قولی که به اساسی سخنا و دعوت تو، و ما نحن لک بمؤمنین، و ما بر تو مؤمنان نیستیم. این نقول، ما بر تو نمیگیم، الا تراک بعض آلهتنا بسوء. یک موضوع اعتقادی مهم دیگه میگه، مردمای بیدین که هست، حتی پیغمبرها را از بتهای خود و از قبرهای خود میترساندن که اگر در این بتهای ما، به این معبودای باطل ما چیزی تو بگویی، باز ات زدن بتید که تکت تکت شوی، دست تا خشک میکنه، پای تا خشک میکنه. این میگه همیشه عادت مردمای بیدین و کافر و مشرک همی هست که مردم دعوتگر از اون معبودای باطل خود چی میکنه؟ میترسانه. خب برو با سعی کن. آل بر از این میگه، برش میگه که این نقول، ما نمیگیم، الا تراک، مگه که به تو رسانده از بعد و آلهتنا، بعد از معبودان ما، بسوء، به بدی. این همین معبودای ما با سعی کن که بر تو چی جزا میرسانی. نمی قسم ترا این معبودای ما دیوانه کرده، ترا معبودای ما اعصابت خراب کرده، ترا معبودای ما زده، چرا تو همیشه از یا بدی میگفتی؟ قال، گفت هود علیه السلام، اینی یقینا که من اشهد، و شاهد میگردانم، الله را، و شهد، و شما هم شاهد باشید، انی بریء مما تشرکون، باز ما اعلان میکنم که من از این بتایتان،
از این قبرهایتان، از این معبودای باطل شما ما چی هستم؟ چیزایی را که شما با الله شریک کردیم از کلش بیزار هستم. برو بر مرد ضرر که میرسانه برسانه. این چیز که ضرر بر ما برسانه. ما از آن مخلوقاتی که شما تشریکون او را شریک میسازین به امرای الله من دونه به غیر از الله فکیدونی، پس شما دسیسه کنید برای ما جمیعا تمامیتان، ثم سپس لا تنظروا، هیچ بر ما وقت هم نتین، برین دسیسه کنین، برین بتایتان بگین برو همین پیغمبر را بکش، از بین ببر. انی توکلت علی الله، یقینا ما که هستم توکل کردیم بر الله، ربی و ربکم، که الله رب ما هست و رب شماست، پروردگار ما هست، خالق ما هست، رازق ما هست، شفا دهنده ما هست، ما به او توکل کردیم. ما من دابت، و نیست هیچ جنبنده الا هو مگر آخذ بناصیتها، که میگیرد الله متعال پیشانی از او را. چه قسم پیشانی از است؟ یگان وقتی یعنی هر کس که از این قسمتی که گرفته شونه، بعضی کسا از این بسیار میترسن که میگه از این پیشانیش میگیره، باز بعضی آیات میگه که نوکای پنجه پایش که پیشانیش هم تردوش میچسبونن تو سخت یارا گرفتن میکنه. میگه الله متعال تمام از اینا چی است؟ ما من دابت، هیچ جنبنده نیست که تقدیری از او، پیشانی از او به تصرف الله متعال است. ان ربی، یقین داشته باشین پروردگار ما علی صراط مستقیم، براه راست هدایت میکنه. فان تولوا، اگر اینا رو گردانیدن، فقط ابلغتکم، یقینا که ما بر شما ابلاغ نمودم، ما ارسلت به، با آنچه را که ما فرستاده شده بودم به او، یعنی امی احکام الله را ما بر شما بیان کردم. و یستخلف ربی قوما غیرکم، الله متعال جانشین میگرداند رب ما قوما، قومی را غیرکم، بعد از شما. وقتی که شما را هلاک کرد، قوم دیگه نمیره که اونا موحدین مردمای خوب باشه. ولا تضرونه شیئا، شما برای الله هیچ ضرری رسانده نمیتونید. ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقین داشته باشه که رب من، پروردگار من، علی کل شیء حفیظ، به هر چیز حفظ میکنه، محافظت میکنه. ولما جاء امرنا، الله متعال میگه وقتی که آمد حکم ما، نجینا، ما نجات دادیم هود علیه السلام را، والذین معه برحمت منا، و کسانی که ایمان آورده بودن اونا را هم نجات دادیم، معه به امرای امی هود علیه السلام، برحمت منا، به اساس رحمتی که از جانب ما بود، و نجیناهم، و ما نجات دادیم ایشان را من عذاب غلیظ، از عذاب بسیار سخت. و تلک عاد، و دیگه اینی عاد هستن. آنان مردم کی بودن؟ قوم عاد بودن، عادی ها بودن، عاد میگفتن اونا را. جحدوا بآیات ربهم، که اینا انکار کردن آیات پروردگار خود را، و عصوا، و نافرمانی کردن رسوله، پیامبرانش را، و اتبعوا امر کل جبار عنید، و اینا متابعت کردن از چی؟ از اوامر هر همو انسانهای سرکش و عناد پیشه، انسانهای معاند. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنه، و اینا را چی شد؟ و مستحق شدن در این دنیا، مستحق چی شدن؟ مستحق لعنت الله شدن. و یوم القیامت، و همچنان مستحق لعنت الله هستند در روز قیامت. الا آگاه باشید، ان یقینا که عادن، امی عاد که بودن یا قوم عاد که بودن، کفروا بربهم، اینا کافر شدن به پروردگارشان. الا بعدا لعاد، که بسیار دور از رحمت الله شدن قوم عاد. قوم هود، امی عادی ها که قوم کی بودن؟ قوم هود علیه السلام بودن، نامشان عاد بود، اما قبیله یا قوم نامشان عاد بود، یا مربوط کی بودن؟ از اقوام هود علیه السلام بودن. و الی ثمود، و به قوم ثمود کی روان کردیم؟ اخاهم، برادرشان، او چی نام داشت؟ صالحا، صالح علیه السلام بود. قال یا قوم اعبدوا الله، این سعی کنین هر پیغمبر که شما سعی کنین این دعوت به چی میکنن؟ به عبادت الله میکنن. و الی ثمود اخاهم صالحا، و بر ثمود کی روان کردیم؟ برادرشان صالح علیه السلام روان کردیم. صالح علیه السلام وقتی که برشان فرستاده شد چی گفت برشان؟ قال گفت برشان یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من عبادت الله را بکنید، ما لکم من اله غیره، نیست بر شما بغیر از الله معبود دیگری. هو انشأکم من الارض، گفتو الله متعال شما را انشا یعنی جدید خلق کرد، پیدا کرد، کشید شما را از چی؟ من الارض، از زمین، یعنی شما اصلتان از خاک است. الله متعال خلق کرد شما را، انشأکم ای خلقکم من الارض، از زمین. و استعمرکم فیها، و استعمرکم، و شما را طلب کرد از شما که آباد بکنین، آبادی بکنین در چی؟ در امی زمین، یعنی انسان ها
وظیفهشان دو چیز است، یکی عبادت الله هست، دیگه آبادی زمین الله هست که شما در زمین آبادی بکنین. متوجه هستین؟ این دو کار انسان‌های مسلمان باید همیشه بکنن. خب یا چی گفتن در مقابلش؟ خب و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وانشأکم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه. پس شما طلب مغفرت بکنین از الله، ثم سپس توبوا الیه، توبه بکنین به الله. ان ربی، یقینا که رب من، پروردگار من، قریب، بسیار نزدیک است، مجیب، بسیار اجابت کننده دعا هست. آل قومش چی میگه؟ یا برش میگه قالو، گفتن یا صالح و ای صالح علیه السلام قد کنت فینا مرجوا، تو قبلا پیش ما بسیار مرجو بودی. مرجو چی معنی؟ یعنی به تو بسیار ما چشم امید داشتیم، بسیار ما ترا انسان عالی فکر میکردیم که تو برای ما بسیار بیایی و کت ما در مجلس های بتها، در مجلس های شرک، در این برنامه های ما اشتراک بکنی. قالو، گفتن یا صالح ای صالح علیه السلام قد کنت فینا، بودی در بین ما مرجوان که بسیار ما به تو امید داشتیم، امیدواری داشتیم. قبل هذا، قبل از اینکه تو گپ بگویی، قبل از اینکه تو سخنها را بگویی، اتنهانا، آیا تو ما را منع میکنی ان نعبد، که ما عبادت بکنیم، ما او مخلوقات را که یعبد و عبادت میکردن آبا اونا، پدرای ما، تو میخوای که ما را از رواجهای پدری ما دور بسازی. و اننا لفی شک مما تدعوننا، و ما در شک هستیم از آن چی که شما ما را دعوت میکنین، الیه، به سوی از او، مریبون، در شک. قال گفت یا قوم ای قوم من، ارائیتم آیا دیدید، ان کنت علی بینة من ربی، اگر ما باشم از به یک چی، به یک دلیل روشن، من ربی، از جانب پروردگارم، و آتانی منه رحمه، و آماده باشه برای ما، یا داده شد باشد برای ما چی، از جانب الله. فمن ینصرنی من الله، پس کی میتواند که مرا نصرت بکند از الله، این عصیته، اگر من نافرمانی از رو بکنم. فما تزیدوننی، پس شما زیاد نمیگین، غیر تقصیر، بغیر از چی؟ بغیر از خساره. یعنی آنچه که شما میگین بغیر از اینکه خساره شود دیگه هیچ کار دیگه نمیشه. من خساره میبینم اگر من نافرمانی الله رو بکنم. و یا قوم ای قوم من، هذه ناقة الله، اینی شتر الله هست، لکم، برای شما، آیت است. در ناقة الله ما شما گفتیم که بعضی اوقات الله بعضی مخلوقات به طرف خود نسبت میکنه، این نسبت تشریفی میگن، به خاطر شرف دادن و عزت دادن یک مخلوق. مثلا میگه بیت الله، یعنی این خانه که مخلوق الله هست، الله متعال این به طرف خود نسبت داده به خاطر شرافت. ناقة الله، کل شتر الله هست، لکن این چرا گفت ناقة الله؟ به خاطر از اینکه معجزه بود، برای یک شرف خاصی داده شده بود، برایشان گفت که معجزه. روح الله، وقتی که میگه روح انسان که است، میره الله به خود نسبت داده، یعنی روح انسان که است روح مخلوق است، مخلوق با عزت الله هست. پیغمبر بر از را گفت که یا قوم ای قوم من، هذه، اینی که هست، ناقة الله، شتر الله هست، معجزه الله هست، لکم آیتون، برای شما یک آیت است، یک معجزه هست. فذروها، پس او را ترک بکنید، تأکلوا فی ارض الله، که میخوره در زمین الله، ولا تمسوها، و این مس نکنین، بسوء، ببدی، فیأخذکم، اگر مس ببدی کردین باز شما را میگیره، عذاب قریب، عذاب بسیار نزدیک. فعقروها، باز ایره گرفتن، ذبح کردن، عقر کردن، ایره کشتن، از بین بردن. فقال تمتعوا، آل گفت برشان، امی پیغمبر برشان گفت که تمتعوا، لذت ببرین، فی دارکم، در خانه هایتان، 3 ایام، فقط 3 شبان روز، 3 روز شما دیگه وقت دارین. ذلك وعد، یک وعید هست، یک وعید است که از طرف الله داده شده برای شما، غیر مکذوب، که دیگه هیچ کذب و دروغ وجود نداره. فلما جاء امرنا، الله متعال میگه که فلما، پس هنگامی که جاء آمد، امرنا، حکم ما، نجینا صالحا، ما نجات دادیم صالح علیه السلام را، والذین آمنوا معه، و کسانی را نجات دادیم که ایمان آورده بودند به همراه از او، برحمت منا، به اساس رحمت ما، و من خزی یومئذ، و از دشتی ایروز اینا را ما نجات دادیم. ان ربک، یقین داشته باشین، که یقین داشته باشه ای رسول الله صلی الله علیه و آله، یقین داشته باشه ای کسی که قرآن را میخوانی که رب تو، پروردگار تو، هو القوی العزیز، ذاتی است که هم قوی هست و هم غالب است، با قوت خود غلبه بالای تمام از اینا حاصل میکنه. و اخذ الذین ظلموا الصیحه، و گرفت کسانی را که ظلم کرده بودند، الصیحه، یک صدای
وحشتناک بسیار خطرناک آسمانی. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، دخلوا فی الصباح، وقتی که سرشان صبح شد یا چی شدن؟ گشتن در قریه های خود، در همون دیار خود، جاثمین، مثل توته های جسم های یعنی جسد های بیروح، ابو افتادگی، که ان لم یغنوا فیها، مثل که هیچ منفعت نبرده بودن در این زندگی، یعنی مثل که هیچ زندگی نکرده باشه، تا هلاک شدن، از بین رفتن، مثل که اصلا هیچ در اینجا اصلا نبودن. یا الا آگاه باشه، این ثمود، یقینا که امی ثمود که از کفروا ربهم، اینا کافر شدن به پروردگارشان. الا بعد للثمود، آگاه باشین که بسیار دور هستن از چی؟ از رحمت الله ثمودیان. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، یقینا آل خبر غیبی از داستان ابراهیم علیه السلام الله وحی میکنه. میگه ولقد جاءت، یقینا که آمد رسولنا، امو فرستاده های ما ملائکه، ابراهیم به نزد ابراهیم علیه السلام آمدن. با چی آمدن؟ بالبشرا، با یک بشارت و مژده برش آوردن. قالوا، گفتن امی ملائکه سلام، گفتن السلام علیکم و رحمت الله. ابراهیم علیه السلام گفت قال سلام، او هم جواب سلامشان داد به و علیکم السلام. فما لبث، پس انوز یک لحظه بسیار وقت کمی طی نشده بودن، جاء بعجل حنیذ، که آمد امی ابراهیم علیه السلام با یک گوساله حنیذ، یعنی بریان شده. ابراهیم علیه السلام رفت برازی خوب، اما تو یک گوساله داشت، اونم گوساله را آورد بر از اینا بریان کرد و پیشوی مهمانهای خود گذاشت. فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه، دیدی ابراهیم علیه السلام که دستای از هیچ به طرف از امی کباب دراز نمیشه. حالا پیش رویدم که مردم گوساله رو بارن کباب هم باشه، فرن آسینا رو بر میزنی، رانش کش میکنی، دید که هیچ دستای خدا دراز نکردنم تو. فلما، پس هنگامی که رأى، دید ابراهیم علیه السلام ایدیه هم دستانشان را که لا تصل الیه، که نمیرسه یا نزدیک نمیشد به چی؟ به امی طعامش، نکرهم، اینا را نکره چی مانا؟ ناشناس یا دشمن خود فکر گفت والا حتما که یا نان من نمیخورن یا کدام قصد بدی دارن. چون ابراهیم علیه السلام اینجا علم غیب نداشت که بفهمه که اینا خو ملائکه هستن. از این ثابت میشه که پیغمبرها علم غیب نداره. اگر علم غیب می داشت میفهمید که اینا ملائکه هستن، ملائکه خو غذا نمیخوره، پس برشان این گوساله را نمی آورد. پس وقتی که گوساله را آورد، ابراهیم علیه السلام هنوز نمیفهمه که انسان، یا چون ملائکه در لباس انسان ها آمده بودن. فلما را ایدیهم، دید که دستایشان لا تصل، نزدیک نمیشه، الیه، به می غذایشان، نکرهم، اینا را فکر کرد که انسان هایی هستن که یا ناشناس و یا شاید به دشمنی آمده بودن. چرا؟ دشمن است که غذای انسان نمیخوره برش نان بیاری. و اوجس منهم خیفه، و از او احساس چی کرد؟ احساس ترس کرد. قالوا، گفتن لا تخف، نترس، این ارسلنا الی قوم لوط، ما فرستاده شدیم به قوم لوط. لوط علیه السلام اونجا پیغمبر بود، او هم در قریه نزدیک قریه ابراهیم علیه السلام زندگی میکردن. اینجا ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود، اونجا لوط علیه السلام بود. و امرأته قائما، و همسر ابراهیم علیه السلام ایستاده بود. فضحکت، ای خنده کرد. فبشرناها، باز بشارت داد بر از او به اسحاق، به اسحاق گفت که ان شاء الله الله متعال به تو یک فرزند میده که نامش اسحاق باشه. و من ورای اسحاق، و بعد از برای اسحاق علیه السلام فرزند دیگه میده الله متعال که او یعقوب علیه السلام بود. قالت امی خانم، یا همسر ابراهیم علیه السلام گفت وای بر من، اعلد، آیا ما فرزند به دنیا بیارم؟ و انا عجوز، و من خودم بسیار کهنسال هستم، سرسفید هستم. و هذا بعلی، و اینی شخص ابراهیم علیه السلام بعلی شوهر من است، شیخا، بسیار شیخ بزرگ است، مثل که ما شما میگیم شیخ الفانی، یعنی در مرحله شیخوخیت رسیده، سنش از 60 و 70 بالا شده. این هذا لشیء عجیب، گفتن این بسیار چیز عجیب است. قالوا، ملائکه برش گفتن اتعجبین من امر الله، آیا تعجب میکنی از حکم الله؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این رحمت الله از برکت الله علیکم بالای شما ای اهل بیت ابراهیم علیه السلام. انه، یقینا که الله متعال حمید، بسیار ذات است که صاحب حمدهای زیاد است، مجید، ذات است که بر از او تمام امو صفات عالی هست، مجد و بزرگی بر از او هست. فلما ذهب، پس که وقتی که رفت از ابراهیم علیه السلام الروع و ترس، و جاءته البشرا، و برش بشارت آمد، یجادلنا
یجادلنا فی قوم لوط. باز این امرای ما بحث میکرد، طلب میکرد در قوم لوط علیه السلام. میگفت که یا الله اینا هلاک نشن، بر از اینا فرصت داده شود. ان ابراهیم، یقینا که ابراهیم علیه السلام سه صفت بسیار عالی داشت. یکی حلیم بود، بسیار بردبار بود. اواه و بسیار باسوز و نیایش الله را عبادت میکرد. منیب، بسیار به طرف الله رجوع میکرد. الله متعال برش گفت که یا ابراهیم، ای ابراهیم علیه السلام، اعرض عن هذا، برگرد از امی چی؟ از این بحث و مجادله در مورد از اینا. انه قد جاء امر ربک، یقینا که آمده هست حکم پروردگارت، حکم پروردگارت آمده هست. و انهم آتیهم عذاب، بر از این قوم لوط میآید عذاب غیر مردود، عذابی که دو هیچ قابل رد شدن نیست. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك.